هیچ گنجی نیست از فرهنگ به تا توانی روی بر این گنج نه. سلام بینندگان ارجمند یوتیوب کانال نشریه رسمی جمهوری تاجیکستان روزنامه جمهوریت. اینک برنامه گنج فرهنگ است از محفل فانوس منبر اندیشه پیشاروی شما. پیشوای ملت محترم مولی رحمان بعد نتیجه گیری آزمون جمهوری فروغ صبحی دانای کتاب است از کم توجهی اشتراکداران نسبت به ادبیات زمان نو اظهار نگرانی کردند که واقعا به مورد بود، زیرا حقیقت حال هرچند متاسفانه باشد هم چنین است. این است که حتی امسال به یکی از نامیناسی‌های های این آزمون ایجاد نظم، ایجاد نثر نیز علاوه گردید. سال گذشته اکثریت جانبدار همین اقدام بودند و پیشوای ملت این را عملی نمودند. برای بررسی فراگیرتری مسئله مذکور مهمان محفل فانوس منبر اندیشه استاد عبدالحمید صمد، نویسنده خلقی تاجیکستان، برنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابو عبدالله رودکی را دعوت کردیم. ایشان سالها همچون معاون اول رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان ایفای وظیفه هم کردند و یکی از چهره‌های شناخته ادبیات معاصر ما محسوب می‌یابند. استاد به خانه خودتان و درگاه روزنامه جمهوریت خوش آمدید. استاد عزیز، سر و صداهای کاهش یافتن تعداد خوانندگان نثر و کم بودن ناصران جوان در تاجیکستان تا کدام اندازه حقیقت دارد و عموما شما روند نثر معاصر تاجیک را در 30 سال صاحب استقلال چگونه ارزیابی میکنید؟ زیرا امروزها اکثریت مردم جهان نثر میخوانند و عجیبش که بیشتری برندگان جایزه نوبل در سوی ادبیات هم ناصران هستند. سرآول من برای دعوت، برای این توجه شما، توجه روزنامه معتبر ما، عزیز ما که من هم یکی از شاگردان، دست پروران، یکی از پسران این روزنامه هستم، بسیار سپاس میکنم تشکر که در این روز زیبا ما را یاد کردید. اگر تشویش اونایی که خواننده یا اینکه نگرانی خواننده اگر صمیمی باشد با اونا هم تشکر میگویم. بله. نمیدونم اونا کتابخوان هستن یا نه، برای نگرانی اظهار نگرانی کردن اونا تا جای جان دارد. نثر ما در طول 30 سال استقلال هر کس هر خیل میگوید. در هر مورد محققای سخنشناس، دانشمندا، خواننده، ژورنالیست، مثلا روزنامه نگار، اینکه یک کسی هست که مخلص ادبیات است، هر خیل بها میتید. لیکن در مجموع ما اگر منصفانه نظر کنیم، خالصانه نظر کنیم، ادبیات ما با وجود پیچیدگی‌های بسیار سنگین زندگی، با وجود این قدر فاجعه هایی که ملت ما اثر گذارن و فاجعه ملت این فاجعه ادبیات است. بله. سنگین ترین فاجعه ادبیات است. این همه میتواند یک کس در یک مدت این داغ‌ها را شفا بخشد. مثلا یک کار کند بالا خاک ریزد، لای مالد، چنانه که یک شاخ سیب میبرند لای میمالن که خاک میمالن که اون مرهم شود. اما برای ایجادکاری که من مسئولیت حس میکنم، مسئولیت ملی، مسئولیت دولتی حس میکنم، ارمانهای ملی و آینده دولتش فکر میکند، این بسیار در همین مرحله من گمان میکنم که نثر ما به دستاوردهای بسیار خوب صاحب شد. از کدام جهت؟ ببینید در دوره از همه داغ واقعه ها بیشتر نویسنده های ما به نگاشتن موضوع های تاریخی دست دادن که مثلا تا زمان سامانی ها احوال فضا و حالت روحی و مثلا اجتماعی مردم ما چی بود، قهرمان های ارمانی ما، قهرمان های واقعی ما در اون زمان چرا اثر میگذروندن، در زمان سامانیان چی بود، چقدر اثرها پیدا شد. بعد در زمان این گیردارهای دیگر و دیگر که اجنبی ها بیشتر تا دوره و مثلا راهبری میکردن، اما فرهنگ ما فرهنگی بومی بود. بله. بومی بود. چه حال داشتن اونا؟ همه اینا در نسل تا جای تصویر کردن این کار خوب بود. یک نسل اومدن که واقعا به موضوع تاریخی بیشتر رجوع کردن. پدیده خوب هم بود، لیکن بعد از اینها که ببینید اکثرشان به حق پیوستند، از بهمنیار، معظمش،
محمد زمان، انور عالم، جانبک اکابر، مثلا سیف رحیمزاد افردی که با یک رنگ و تراوت تازه به نصر وارد شد. سیف رحیمزاد بعد از اینها بار نصر که میکشد. یک نسل باید یک نسل دیگر پیش گذارد. بله. در عالم هنر اگر پیش نگذارد باید چی میگن پسندی مردم جامعه نمیشه. زندگی که ما در طول بعد سالهای 90 گذروندیم تا امروز برای نصر ما عالم موضوع میتید و قهرمان میدید. چخوف میگوید که نویسنده از یک خاکستردان است کو سیگار میکشه. از روی همه میگد یک حکایه نوشتن ممکن است. چخوف بزرگ نابغه میگوید. از این نگاه بگیری اگر برای اون جوانای ما که امروز با نصر مثلا شروع می‌ورزند اثر نوشتنیان عالم موضوع و عالم هم موضوعی پرنشاط است، هم پردرد است، هم پرتشویش است، تمامی چی است، خصلت‌های بسیار مختلف است. ببینید امروز مثلا جامعه تاجیکستان بلند شد، شهرهای ما دهه‌های ما به شهر مانند شدند، هم از جهت کارخانجات، هم از جهت استحصالات، هم ناحیه‌های ما تماما رنگ دیگر. مردم ما باطناً و ظاهراً چه دیگر کرده است، هر روز دیگر میکنند. روح و روان انسان دیگر میشود. این برای نصر تمامی همین امکانیت هم میتید، برای میتید که مثلا وای حکایه نویسد، قصه نویسد. مطلوب یار مرزای و دختر حنیفی محمد آخیر، اینا که مرودلی جبار بود. بله، اینها خیلی کم می نویسند، گویا که در یک سال یک بار نیم بار می نویسند و سببی کم مراغ ظاهر کردنشان خیلی که شما گفتید این سخت شدنی طلباتشان نسبت به خودشان است یا که استاد خواننده نیست. تو یک خواننده است باید اصلا نویسند. اگر یک خواننده داشته باشد یعنی که من امیدی همون تو ریشه در او است، امیدی ثمره هست. نصر این زحمت است، مخصوصا اگر در ژانرهایی که چی میگن پویس باشد، رمان باشد، رمان با معنی همون چیش کلاسیکیش باشد. اگر این زحمت وقت طلب میکند، این آموزش زیاد طلب میکند، گرد آوردن مواد طلب میکند. اکنون اینا باید قدردانی کرد. این اگر به سر خودش نمیشود. یک جوانی که دیروز دانشگاه را ختم کرد فرض کنیم، اویلا باید برپا کند یا اویلا برپا است فرض کنیم، یا اینکه در یک جای دیگه باید تحصیل کند، همه کار مانده و شیشته با برای این مجهز بودنش در کار. بله. آماده بودنش در کار. فروغ صبح دانایی کتاب است، اعتبار بسیار خوب دادن. این همین پیشوای ملت محترم جمال رحمان بسیار توجه زوید کن. ببینید چقدر نقص شد. بله. نقص شد. همون توجه بود که همون کار شد. همین خیر. همون خواننده را جلب کرد. من این تاجیکستان وطنی عزیزی من امسال جدا شد 2,600,000 سامانی. همین دو پدیده بسیار زیبایی که در جمهوری ما بسیار هنگامه بود، هم توجه بیشتر جوانای ایجادکار، سراینده، سرودخوان، شعر از بر میکردگی است و جنبش آورد. بله. و جنبش آورد. انا همون چیز در بخش انمین نثر هم لازم است، در بخش ادبیات برای جامعه. مثلا هم خیلی نویسد و خودش خواند و خودش داند و اونجا زنش و فرزندش و مثلا این چیز بالای دسترخوانش هیچی نباشد چخل میشد. همینگوی در فرانسیا چند سال در اجاره می نشست میگوید که یک آزمون اعلان شد، من 2 حکایه نوشتم، 2 حکایه داشتم، میگه همون کار کردم فرستادم، جا گرفتم، میگه پول 6 ماهه اجاره دادم، با پول 6 ماهه زندگی را دستی همون زنش داده است. برای 3 ماه میگه کدام منطقه دنیا میگه شکار را او باید مخلص شکار بود. رفتم میگه جنگل ها برای شکار و سیاحت. این چیزی که ما امروز میگوییم این چیزی ازلی است. همون دوره سلطان محمود غزنوی که در دربارش بیش از 300 تا
شاعر و نویسنده و معرخ بودن. میگن که در دوره سلجوقی ها رو میگیم، سلجوقی ها که خیام آورد چیکار همونو اعتبار میدادن که خیلی عالمای بزرگ برآمدن و از کنج خانه‌شون نبرآمدن. و فضا و محیط هم آموزش بود، هم تحقیق بود، هم قدر شناسی. یک بزرگ میگوید که درخت آرزو از انسان چند برابر بلند است. نه که برای به آرزو رسیدن، برای به شکار رفتن، برای یک چیز به دست آوردن آدم باید همه مجهز باشد. اکنون به حیات خودتون برمیگردیم. شما از سالارترین ادیبان ما هستید که در جبهه نویسندگی تا هنوز می نویسید. تو هنوز در مجله ها و روزنامه های ادبیات و صنعت، صدای شرق و دیگر روزنامه و مجله ها نوشته های شما پیوسته چاپ می شود. قهرمانی دیگری شما از چنگ کرونا ویروس رهیدید، قهرمانی کردید. به این سالاری، به این مثلا بزرگسالی که نیروی کمتر می شود، نیروی جسمانی، نیروی روحی ضعیفی بودم. بله، شما از همین چیز رهیدید. یعنی من پرسیدنی هم که حال و هوای شما، حال و هوای روزگار شما امروز چگونه است؟ من از خدا ثروت و چیزی بسیار طلب نکردم. همیشه زندگی میانه را طلب داشتم. من یک قصه خورد نوشتم با نام دستاویز. این در صدای شرق باید نشر شود. این دستاویز از کی گرفتی و با کی دستاویز میتونی این نمیبینی. من 30 روز خواب کردم. 30 روز خواب کردم، 10 روز دیگه از ترس از خانه نبرم. تخمین میزنم که یکی از سبب‌های از همین چنگ کرونا ویروس رهیدن شما شاید آن بود که هنوز رسالت شما در نزد ادبیات به پایان رسیده نبود. لیکن عجیب است که شما چند سال قبل وقتی قسمت دوم گردش دیوباد نوشتید اعلان کردید که دوباره به ژانر بزرگ رمان بر نمیگردم. این چه کمتر روشن میکردید؟ این خیلی بعد رمان گردش دیوبادم چند قصه نوشتم، چند حکایه نوشتم، مقاله ها نوشتم. بله بله. از این جای خلاصی نیست. لیکن اثری که فقط به نام باشد ننویسید بهتر است. گفته میتونید که در زمان شوروی مخصوصا که سنزور بسیار شدید بود به سنزور دچار شده باشد اثرتون؟ کاسه دور به نظر من خیلی پای کردن اون کمتر چیز داشت. بله. که گذشت که من 10 سال که 10 سال در شعبه نثری صدای شرق کار میکردم همراه ستار توفی. بله. میشد که برای یک جمله مثلا یک اثر گلاولیت اعتراض میکرد. اعتراض گلاولیت این بود که اونا با مکتوب خطی کمیته بی خطری میفرستاده. اون جمله باید بینید. مثلا مجله را از چاپ 3 ماه باز میداشت، 4 ماه باز میداشت، چاپ نمیشد. یک زمان از پسرتون کدامش کمتر می نویسته است؟ خیلی نویسندگی داشته است. همین گپ تا کدام اندازه حقیقت دارد؟ شاهین فاکولته ژورنالیستیک میخوام بعد این یونیورسیتی مسکو ختم کرد. بله. یک دو حکایه بسیار خوب نوشت. من یک مکتوب نوشتم که نمیدونم مکتوب گم کرد یا که من مکتوب نوشتم که اگر این راه در رفتنی باشی زبان آموزی، خیلی لهجه و خیلی چیزای با کار نمیره. دو حکایه چاپ کرد. حتی حکایه نزد کم تا تحریج شدن. از مسکو حکایه‌شون فرستاده که. بعد دیگر متاسفانه این رول دیپلمات یا این چیزا داره. ممکن نویسد نمی‌نویسد. من یگان شب مجبور نمیکنم. یک تا دیگرش آوازخوانی. همین دو سرود تقلیدی بسیار چی خوان تقلید آخه. آواز نیست. من گفتم توی ایران آواز خدا میتید. اگر آواز خدا داده باشد خدا داده باشد. زایی نیست. ظفر نازم سمرا داد مثلا یک چی میگن خودروی اودینامشی مثلا جورابی. اینا پیش روشه که جو میگی وای چشمه است. بله. چشمه برای گوش میزند وای با گوش هم یکی دیگه نه مثلا کارگر یعنی فابریکای نساجی با درجه وای رسید حافظی بسیار مشهور برنده جایزه رودکشی میگی نه راو. بله. آواز است خدا داده است. عالم هنر هنرمند میپرورد اون که هواسکار همه آرزو میکنه. یکی آرزو چیز دیگر است، کار عملی چیز دیگر. شروع میکنیم از اون
کتاب خوبی شما که کتاب دوست داشتید ما از اسب باغبان و در بیشتری آثار شما ابراز اسب هست. این به هم با اسب پروری پدرتان رابطه داشته شاید که از کودکیتان شما در هم محیط در خاندان ما تا اونه که ما با نوعه واسه کوچیدیم بله تا سال 53 از خوابلین بله سال 53 این اما از گل کوچیدن مونده است. اگر قوتیت یک قصه آخران شاید شود در خاندان ما همیشه کمش 2 است یا 3 است و اماکان با در اطراف ما زندگی میکنن اونا بیشترش این چی میگن بوسکش و چوانداز خیلی بودن اونا هم داشتن. ما در هم محیط به وای رسیدیم. دیگرها از روی کتاب اگر درباره اسب مثلا اثر نوشته باشن ما آن شده همین اسب بابام یک سرگذشت بسیار عجیب است در اونجا هست. این زمینه واقعی هم داره. سال 57 من 10 ساله بودم. پدرم بسیار بیماری و سال 53 از همون قشلاق از شکارگاه تا همین کدوچی که حاضر است ما پیاده کوچیده اومدیم. 2-3 شب در شبا در همون کوه پشته خواب کنیم. قریب 100 کیلومتر است. 100 کیلومتر با پای کودک من راهگردان بودم. یک دادرم از چیل برآمدگی بود. چی میگن این پرپیچ در دست مادرم. انا همون یک اسب بودم روی ما که بارو همون کوچی ما را هم می آوردیم. به شما با حواس می نگرند برای آنکه شما همیشه تازه و آزاده می پوشید، همیشه آرام با تمکین صحبت میکنید و حتی راهگردی هاتون هم در کوچه است، در مجلس است، در هر کجا راهگردی و حرکتاتون، اشاره هاتون همش یک مضمون دارد. همسر شما تا کدام اندازه نقش دارد؟ همسرم البته این چندان نقش ندارد و یک کارخانه خودش میکنه. ما یک عائله سرفرزند هستیم. بله. فرصتش هم به زود میرسد. این سحر آسمان یک ورق سبزی منه است. دامنی گلابی یک ستاره به هزاران غزل خیرباد از نام شب میگوید. این سحر آسمان یک ورق سبزی من است. یک پاره از شعر استاد عبدالحمید صمد است و شاید اکثر بینندگان ما و مخلصان استاد کم آگاه باشند که استاد شعر هم می نویسند. درباره به شعر پیوستن تا کمتر حرف میزدید. فرسوزاده میگن که تاجیکا طبیعتا شاعرن. کم تاجیکان را به شعر برداشتند. هر شاعر و نویسنده تاجیک اگر به ادبیات ما باشه اول از شعر شروع کرده است. زیاد جهت خوب دارد شعر نویسی. من در مکتب میونه همین هر کس چی میکرد خبر و مقاله ها می نوشتن گو شعر می نوشتیم. شعر بسیار برکت خوب دارد. خاصیت خوبش هم این است که زبانی ایجادکار اگر نثر نوشتنی باشد، روزنامه نگار شدنی باشد ریخته است و رنگین میکند، خوب میکند. برای همین ما باید شکرگزار باشیم که همه خیلی ادبیات، همه شعری هزار ساله داریم. استاد عزیز، در آخر برنامه به جوانانی که تازه به جاده نویسندگی قدم نهادند چند مصلحت مفید میدادید؟ در همین مورد یک چیز تاکید کردنی است که جوانای ارجمند ما هرگز گرفتاری ستایش نشود. بله. وقتی که اثر می نویسند یا اثر چاپ میکنن هرگز انتظار نشوند که تعریف میشنوند. تعریف میشوند، ستایش میشنوند. همین چیز در گرفتار شدن اگر به ضرر اونها. وقتی که آدم تعریف از انتظار میشود، پزمان میشود و تنقید میشنود، ضربه دو چند برسد. بله. همیشه انتظار شوند که اثرشون مثلا از یگان جهت، از جهت بدیهیت، از جهت آفریدن خاراکتر، زبان، اگر محققای ما، دانشمندای ما ایراد گرفتن، برعکس اونو از این باید خلاصه دیگر برورند. اینا خوب پذیرایی کنند، چیز جهت‌های خوبش گیرن اصلاح کنند، لیکن از اون بالاتر روند. بله. آموزش بیشتر کنند. فقط آموزش، زبان آموزی، هنر آموزی، دانش اندوزی که از بابامون استاد رودکی اگر گفته باشد همون بیشتر کنند بالا میروند. بینندگان عزیز، برنامه نوبتی گنج فرهنگی
محفل فانوس منبر اندیشه پایان می‌یابد و از توجهتان شاد هستیم و بسیار می‌خواستیم که با صحیفه یوتیوب کانال روزنامه جمهوریت با نام جمهوریت پیوندید.